برای چی ابلاو میکنن؟ هدف از ابلاو برای چیه؟ ده هدف دارن برای ابلاو کردنشون. رژیم، این حکومت خودکامه، این دیکتاتورها ده هدف دارن. یکم هدفشون شما را ترسان کردن، شما را بزدل، بیچاره، متهم، حتی شنوندن یا که بگیم بزانون نکلمی رسوندن. برای این نمیخوایی ابلاو میکنن. زیرا از 18 تا 27 یک قوه بگیم بزرگی، یک نیروی بسیار عالیه، یک قوه درکاریه. برای همین دیکتاتورها شما را، جوانهایی که قوه و نیرو دارین، به هر کار قادرین، باید که بزانو بشنونن، باید شما را بترسونن، باید شما را بزدل کنن. اما میگن که نش میزنن با غیرت شما، شجاعت شما، با ننگ ناموس ایمان شما. برای نم قبلا میکنن. اگر میتونن ابلاو را از بین برن، نمیتونن، میتونن. و هدف دیگرشون هم همین است که ابلاو میکنن. روسیه را دیدین؟ بدوین برین. شما روسیه، کسی میگه که بیا روسیه برا، حکومت شما را گفته که روسیه برین؟ نه. اما با این برنامه‌اش، با این پلنش، با این پروگرامش شما خودتون دوان میرین. برای چی؟ میگو یک ماه پیش از ابلاو و سرشیدن برم که میبرنم. اینا دیدید ببینین برای چی؟ شما برین روسیه. ای روسیه چیکار میکنین؟ شما مجبورین که پول روی کنین تا اینکه رژیم بخره، کیف کنه، بگرده. شما برای اون پول روی میکنین. شما در کیف صفای رژیم، در ظلم رژیم شما سهم گذاشته استین. شما گناهگارین. ایرا بخواهین نخواهین، با کلام میگیرین نمیگیرین، قبول میکنین نمیکنین، شما گناهگار هستین. مهاجرا حتی از 18 بالاشم، از 27 بالاشم، از 18 پایانشم. زیرا اینا ظلم میکنن. ما و شما کمک کرده استیم، ما و شما خپیم. ببینید جوانی بگیم هیچ گناه نداره، تنها 30 سالش به خدمت رسیده، ای خانه نمیبروید، ای خانه باید دختر نبروید. برای که بگیم هدف به یگان کاری مهم از خانه برانش درست نیست. جوان از خانه نمیبروید. برای چی؟ در بیرون ابلاو های میخپم. او چی؟ او از رویله؟ نه. زندانت میکنن؟ نه. میکشد؟ نه. میزند؟ نه. آخه برای چی نمیبروید؟ این خیلی میبره 10 سال عمرم بفایده میگذره.